با یک مرکز دعوت شدیم، سازمان مسلمانان تخص شمالی. رفتیم در دهانی در ما را یک زنگی مسلمان استقبال کرد، یک پهلوان صورت بود خدشان بسیار با محبت. همه در نظر میکردی در چشماش، از چشماش نور میپورید، چشماش بسیار برق میزد روشنک. هنگام سلام با یک دستش کفی دست مورا میگیرد، با یک دست از اورین مقفی دسته السلام علیکم و رحمت الله گفته. او بیچاره همون میل داشته است که آغوش کند ما را. زیرا ما از بین مسلمان ها آمده ایم، از مملکت اومدیم که الحمدلله 97-98% مسلمان و اهل اسلام هستند. به هر وجه صورت اونا در مملکت زندگی میکنن که 98% غیر مسلمان هستند. اما از بس که در بعضی مردم عادت نیست، اما هنگام واخری همدیگر را در آغوش کشیدن، از همین خاطر بیچاره دو دیله شده بوده است. با 4 نفر مو سلام کرد، نفر پنجم مو ایشانی نعمان خانی استراوشنی را، او هم قدش بلند مثل همین قدی این برادری مسلمانی زنگیمان، هر دوش آغوش به آغوش شدن. خطیب گفتیم انشاءالله قوم تا پیدا کردیم. داخل شدیم، در باره فعالیت سازمانش صحبت کرد، در باره مسجدها گفت ما 18 امام در گرد خود جمع آورده ایم. خطیبای مسجدها را بسیار ورزیده هستند. الحمدلله که تبلیغ به طوری باید شاید رفته ایستاده است، به یک ذوق، به یک مراق. سوالهاش کردیم درباره انکشاف اسلام، زیاد شدن شماره مسلمانان در امریکا. گفت الحمدلله روزافزون زاید شده ایستاده است. روزافزون اگر زمانهای پیش اساساً از حساب زنگی ها میشد، امروز مردمی اسپانیول اصل، کسایی که اصلشو اسپانی است، زبان مادریشو اسپانی است، بسیار میل رغبت به اسلام ظاهر نموده ایستادند و مسلمان شده ایستادند. بسیار به محبت گپ زد. بعد سوالش کرده که شخصی که نو مسلمان بشه، تازه مسلمان بشه، چی احساسات داشته باشد؟ گفت الحال شما در نزد یکی از همون تازه مسلمان ها ششته اید. منم گفت پدر و مادر نصرانی بدن، بعدا مسلمان شدم، به حقیقت اسلام دریافتم، از همین خاطر خداوند هدایتم کرده، اسلام قبول کردم. قصه کرد که ما زمانهای پیش از بس که حقوق زنگی ها زیر پا بود، حقوق زنگی ها رعایت نمیشد، از همین خاطر هر کسی که همین یک ندای مرگ بر سفید پوستا را میداد ما طرفدارش میشدیم. ما شنیدیم که اسلام سفید پوستا را محکوم میکرده است، از همین خاطر گفتیم به اسلام از نزدیک آشنا شویم و اسلام را قبول کنیم که ایچی دین بده است، سفید پوستا را محکوم میکرده است. اما در مجلس اول یک برادر، یک مسلمان از سعودی شرکت داشت، گفت شما را در اشتباه انداختید، اسلام هیچ وقت سفید پوست یا سیاه پوست را مذمت نمیکند. اسلام دین عمومی بشری است. در اسلام نژاد اعتبار نمیکنند، نسب اعتبار نمیکنند، زبان اعتبار نمیکنند، رنگ پوست و مملکت اعتبار نمیکنند. در اسلام تقوا را اعتبار میکنند. هر کسی متقی است نزد خدا او محبوب است. برای ما هیچ تفاوتی نیست که این سفید پوست است یا سیاه پوست، همه بنده های خدا هستند. وقتی میگه در خانه آمدم و اندیشه کردم، حقیقت همین است. برای چی ما آزرده بدیم؟ برای آنکه حقوق ما را پایمال میکردن. اگر حقوق ما را که پایمال نمیکردن آزرده نمیشید. پس دینی که در او همه برابر هستند، هیچ نژاد بالای نژاد دیگر ترجیح داده نمیشود، هیچ قوم بالای قوم دیگر ترجیح داده نمیشود، هیچ نسب از نسب دیگر بالا گذاشته نمیشود. همه برابر هستند در پیش خدا و محبوب ها کسایی هستند که تقوای زیاد دارند، پرهیز زیاد دارند. دین حق همو است. از همین خاطر میگن از یان برادر رفتم گفتم اسلام به من عرض کرد، مسلمان شدم. الحمدلله گفت اهل بیت من امروز مسلمان هستند. امروز گفت مسلمان ها زیاد شده ایستادند، اما ما یک کمبودی داریم. گفت
از بس که وسایل اخبار عامه در دست ما نیست، در اکثر حال در دست یهودی هاست. غرض از وسایل اخبار عامه همین تلویزیون و رادیو و مثلا روزنامه و مجله هاست. از همین خاطر بسیار کم مردم از انکشاف اسلام در امریکا با خبر هستند. نمیدونند که امروز در امریکا از همه بیشتر و زیادتر دین اسلام در انکشاف و در ترقی است. اگر ما گفت یک تلویزیون می داشتیم یا که لااقل تلویزیون رو با ما یک اعتناع میکردند در همین باره زیادتر میگفتند، شاید که با مسلمان ها بیشتر و زیادتر میشیدند. در یک کار من تعجب کردم. ببینید از امریکا شاید یک 20 برنامه به زبان فارسی پخش بشود. کسایی که آنتنای پارابولیستی دارن میدونن. اما حافظای دیدو، بدگهر، فاسقا هر کدامش به خودش یک کانال دارن. حتی حزب توده ایران، حزب کمونیست ایران در امریکا عمل میکنه. نمیدونم در امریکا باشه در فرانسه باشه، به خودش یک کانال مخصوصی تلویزیونی داره، شبکه داره. برای برنامه های اسلامی شبکه یافت نمیشه. حقیقتا هستن برنامه ها، اما همون برنامه های شیطانی مثل سلام که شب و روز در حق اهل سنت و جماعت تهمت پخش میکنه. غرض مقصد یگانه او بدگهران است که بین اهل تشیع و اهل تسنن همیشه یک خلاف باشه، یک ضدیت باشه. پس معلوم است که اینا از کجا مبلغ گذاری میشوند. پس معلوم است که به پول حرام کیها اینا عمل میکردند. ببینید مسلمان های تکساس شمالی، الحمدلله در تکساس مسلمان ها زیاد بودیم، بسیار مسلمان های بغیرت به حمیت هستند. نمیتونن که یک شبکه اسلامی چجای مسلمان های تکساس شمالی یک سازمان بدست مسلمان های امریکای شمالی که مسلمان های کانادا و امریکا را در بر میگرفت است، یگان شبکه ندارن، شبکه تلویزیونی که پخشش کنن. پرسیدم از این برادر که اسم چی است؟ گفت مصطفی. گفتم نامی که قبل از اسلام داشتی چی بود؟ گفت حامد. اما گفت من خودم خیلی فراموشش کرده استم، نامی من مصطفی است. با ترجمان گفتم، ترجمان یکی از مهاجرین افغان بود، برادرای افغان که مدت 30 سال در امریکا زندگی میکرده است. گفتم برای این برادر بگو که اگر چند در اینجا در وسایل اخبار عامه پخشش نمیکنن، اما ما براش وعده میتیم که انشاءالله در تاجیکستان از بالای منابر نامش میگیریم و درباره سازمانش صحبت میکنیم. انشاءالله مسلمانای تاجیکستان از فعالیت، از رفتار و کردار اونا با خبر خواهند شد. همون وعده ای را که در نزد اون برادر داده بودیم، امروز این الحمدلله که عزیمه خود ساقط ساختیم. حقیقتا وقتی که میدیدیش محبت او را با چه میل رغبت درباره اسلام، درباره پخش اسلام صحبت میکند، آدم به وجد میآید که در وجودش ایمان جوش میزند. با من گفتم به شیخ مصطفی بگو، در جواب گفت که من شیخ نیستم، من سواد کافی ندارم. گفتم برادر شیخ پیشوا را میگن، الحمدلله تو امروز پیشوا هستی، تو مردم هدایت میکنی، تو در چنین سازمان با امام خطیب های مساجد با کار مشغول هستی، با تبلیغ تشویق اسلام مشغول هستی، همین شیخ واقعی تو هستی. الحمدلله. حقیقتا اسلام هر عملی که قبل از او بود حد میکنه، نیست میکنه. ایمان هر گناهی که قبل از او بود حد میکنه. پس این برادرایی که تازه مسلمان شدن، یک زمانی در کفر جهالت بودن، بعدا خداوند هدایتشون کرد و اینا راه درست و حقیقت دریافتن، اینا شیخای واقعی هستند، اینا صوفیای واقعی هستند، اینا محبای خدا، بنده های خاصه خدا هستند. میسزد که اینا را زیارت کنی، میسزد که اینا را در آغوش بگیری. تبرکن. وقتی بازگشت در آغوشش گرفتیم، گفتیم خوشا به حالت که باور که گفتیم مرتبه و منزلت ایت نسبت ما که از پدر و مادر مسلمان در سرزمین اسلامی تولد شده ایم به مراتب بالاتر است. زیرا تو با عقل، ذکاوت، با کوشش و غیرت
با هدایت الهی اسلام دریافتیم. ما از پدر و مادر مسلمان به مشقت اسلام دریافتیم. امام مسلم در صحیح خود از ابن شماسه مهری روایت میکند: حضرنا عمرو بن العاص و هو فی سیاقة الموت. میگه نزد عمرو بن عاص با بیماربینی رفتیم. عمرو بن عاص رضی الله عنه از صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم که در سال 7 هجری اسلام آورد. در ابتدا یکی از دشمنای سرسختی پیغمبر بود، یکی از سرورا و سرلشکرهای قریش بود. در کتب تاریخی نوشته است که در عالم عرب یک چند نفر شخصای ذکاوتمند و ذکی و زیرک بودند، یکی از آنها همین عمرو بن عاص است. رفته میگه با زیارت حضرت که بیمار است، در سیاقت مرگ است، در سکرات مرگ افتاده است. فبکا طویلا و حول وجهه الى الجدار. ما را دید میگه گریه زیاد کرد و روش طرف دیوار گردان. دیگه در چهره ما نگاه نکرده، روش طرف دیوار کرد. و بینه شخصی که صحبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافته است. ما بارها تاکید کردیم که اونایی که صحبت شرفیار به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافتند، اونا افضل این امت هستند، اشرف این امت هستند. مرتبه و منزلتی که اونا دارند مردهای بعدی به هیچ صورت در نمی‌آورند. شما ببینید که نزد اهل سنت و جماعت مرتبه وحشی، شخصی که در زمان جاهلیت، در زمانی که هنوز اسلام نآورده بود، امیر حمزه را قتل کرده بود، از مرتبه و منزلت اویس قرنی که پیغمبر وصفش کرده است. حتی که با حضرت عمر وصیت کرد که اگر اویس ببینی، اگر اویس قرنی را از او طلب استغفار که در حق دعا کند. در صحیح مسلم اومده است. مرتبه وحشی از مرتبه اویس بالاتر است. به چه خاطر؟ به خاطر آن که صحبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافته است، در صورتی که اویس قرنی در نیافته بود. بار به زیارت آمد اما در نیافت، از بس که مادری پیر داشت با قفاگش برفتی. اما پس شما تصور کنید که عمرو بن عاص که در رکاب پیغمبر با دشمناش جنگیده است، در چندین غزوه ها عمرو بن عاص از جانب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرلشکر تعیین شده است، چه مرتبه و منزلت دارد. با وجود این ببینه از غضب خدا چنان میترسد، از حساب روز آخرت، از سؤال منکر نکر چنان در خوف است که میگه گریه دراز کرد، بعد روش طرف دیوار گردان. پسرش میگه در پهلوش نشسته بود، شاید عبدالله ابن عمر باشد، یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. گفت یا ابتا اما بشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بکذا، اما بشرک رسول الله صلی الله علیه و سلم بکذا. پدر جان گفت تو چی قدر گریه میکنی؟ چی قدر تو گفت خوف و ترس داری؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را چنین چنان بشارت نداد؟ مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین چنان تو را بشارت نداد؟ همون سخنایی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق اصحاب گفته بود، پسرش در نزدش یک بیان کرد که آخه تو چرا اینقدر ترس داری؟ تو از اصحاب پیغمبری، تو افضل این امت هستی، مردم به خاطر دعا گرفتن و نصیحت شنیدن از تو نزد اومدن، تو گریه میکنی. فاقبل بوجهی، بعد تسلیت فرزند میگه حضرت عبدالله ابن عمر روش طرف ما گردان، فقال ان افضل ما نعید شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. بهترین چیزی که ما تکرار میکنیم، بهترین چیزی که ما اعاده میکنیم، بهترین چیزی که ای مسلمانان ما به زبان میرانیم کلمه شهادت است
شهادت دادن به این که غیر پروردگار معبودی بر حقی دیگری نیست و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده معبودی بر حق است. بهترین چیز برای ذکر همین کلمه شهادت است. بعدا گفت اینی قد کنت علی اطباق ثلاث، گفت من سه درجه را ای سر گذراندم، سه حالت پشتی سر کردم. لقد رأیتونی و ما احد اشد بغضا لرسول الله صلی الله علیه و سلم منی ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منه فقتلته. تاریخ خدمه پیش نظر میارم، حیات ما وقت پیش نظر میارم، از من دیده در اول دشمنتر بر محمد صلی الله علیه و سلم کسی نبود. دوست داشتم که یک روز امکان پیدا کنم و این پیغمبر خدا را به قتل برسونم. در آرزو بودم که نوعی کنم و پیغمبر را بکشم، قریش از شر او خلاص گردانم به زعم خودش. فلو مت علی تلک الحال لکنت من اهل النار. اگر در اون حالت اول میمردم با یقین میدانم که دوزخی میشدم، دیگه هیچ علاجی نجات نداشتم. کسی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر چی جای آن که دشمنی و قصد جانی او کردن بی ادبی اظهار کنه، وای به حالش که روی جنت نبینم. دیروز یک برادر اسلامی مو که در همین مسجد نماز میخونه و من گفت که دنگلو میبخشید، عذر خواست. گفت از نام تو در یک جمعه سخن گفتیم، بعد فهمیدیم که خطا بوده است. من به زعم خودم گفتم چی گفتی؟ گفت ما همون آیه قرآنی را که این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، همون را مطلق میگرفتیم، گمان میکردیم که هر کسی به خدا شرک نیاره، هر کسی خدا را بشناسه او را خدای تعالی گناهاش مقصد میبخشه اگر بخواه. خیال میکردیم این مطلق است، یعنی در حق غیر مسلمان هم هست، اما معلوم شده که این خطا بوده است. گفتیم برادر، شرکی به خدا معنای این را نداره که مثلا تو فقط خدا را یک و یگانه نشناسی. ایمان مسلمان از 7 جزء عبارت است. اگر یکی از همین اجزا این را جزء هم گفته نمیشه و از 7 پایه عبارت است، اگر یکی از همین پایه ها نباشد یا که اگر یکی از همین پایه ها افتاد، وای به حالش که ایمان فرو میگذارد، او دیگه مسلمان حساب نمیخوره. شخصی اگر به خدا باور داره اما ملائکه از ملائکه های خدا را انکار میکنه یا میگه اصلا نعوذ بالله ملائکه نیست، این کافر است. ایمانی به خدا به او هیچ کمک نمیکنه. به خدا و ملائکه ها اگر ایمان داشته باشه، کتاب از کتاب های خدا را رد کنه، مسلمان نیست و کافر است. اگر همه اینا را قبول داشته باشه، یک پیغمبر خدا را انکار کنه، چه جای انکار؟ یک پیغمبر خدا را تحقیر کنه، مؤمن نیست. یگان عملش فایدهش نمیکنه. اون گروهایی که مثلا پیغمبر ما را به پیغمبری قبول ندارن، ور چی نمیتونی بگویی که خداوند گناهشون نمیبخشه؟ هرگز نمیبخشه. اینمی بزرگترین شرک است، زیرا که امر خدا را اجرا نمیکنن، زیرا سخن خدا را اینا رد میکنن، زیرا فرستاده خدا را اینا قبول ندارن. همون سخنی را که هیچ کار کافر گفته نمیشود، این زاده یهود است، این ای سر تو دور پرتوی. کافر میگن، مسلمان. کسی باید که از همین پایه های ایمانی اعتقاد نداره، اون مسلمان نیست. اگر چند دعوا کنه، اگر چند کلمه شهادت به زبان برآورد. از این خاطر عمرو ابن عاص، افسوس که موضوع دیگر است، ما در این موضوع زیاد گفته نمیتونم. عمرو ابن عاص گفت که اگر من در همون لحظه میمردم، در همون حالت اولم به یقین میدونم که دوزخی میشدم، احوالم از احوال شیطان بدتر میشد.
فلما جعل الله الاسلام في قلبي آتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك. وقتی که خدای تعالی اسلام در قلبم انداخت، مسلمان شدن هدایت خداوندی است. کسی به عقل ذکاوت، کسی به دانش هیچ وقت مسلمان شده نمیتونه. چی بسا شخصای اخلاقی هستند که از تمام بابها صحبت میکنن، اما خداوند که هدایت شده کرده است شکاک باقی میمونن تا آخر عمر، به ایمان باقی میمونن تا آخر عمر. همراه ما یک دو ترجمان داشته، یکیش بسیار واقعا مردی خدا ترس به دست، خدا نگهبانش باشه، جوانتر بود. خیلی اکی جوان شد همون سین زارش از ما کلانتر بود، 10 سال. اما در نمازها میرفت قطیم و در مسجد نماز میخوان، نماز جمعه میخوان. اما یک نفر دیگر 67 ساله نماز نمیخوان. ما که مسجد میدرمدیم اون میگریخت. اینا ببینید از تمام بابها گپ میزنن، از حافظ و از سعدی و از بیدیل نمیدونم از کجاها. بعضی رفیقای سادلق ما با تعریفش میکنن تی قدر دانا هستی آقای انصاف. بعد اون روز یک روز قبل از اومدن گفتم تو مغرور سخنای اینا نشو. شخصی که در 67 رفت است و شکرانه نعمت خدا را نمیکنه، بار سر در سجده الهی نگذاشته است، وای به حالش که از او بی سوادتر، از او بی فهم و بی عقلتر کسی در دنیا وجود نداره. ببینه خدا که هدایتش نکرده است. گفتم تو حافظ چی میدانی؟ حافظ قرآن ای. گمان کرده که 4 غزل حافظ از یاد کردم خیلی عالم شدم، حافظ شناس شدم. در ما گفتم کمونیستای زیاده بودن، اتئیستای زیاده بودن که حافظ خان و خود حافظنام میدانستن، شرح غزلیات حافظ چاپ میکردن. اما حافظ هم مثل خود چو یک اتئیست کمونیست قلم داد میکردن. ترم از زمره هوا است. وقتی که خداوند میگه ایمان در قلب من انداخت، دست پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم گفتم یا محمد صلی الله علیه و سلم دست دراز که دستی راسته تا من بیعت کنم، کلمه را عرضه کنم و به تو بیعت کنم، با مال و با جانم، که تو پیغمبر برحق هستی، تو پیشوای ما هستی. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه دستی مبارک دراز کرد، فقبضت یدی، من میگه دست ما کشیدم. حضرت گفت مالک یا عمر، بسیار حلیم بود، دشنامش نداد، چیزش نداد. گفت ای عمر چی دردت رسی، چو کردی؟ و خودت آمده که دست دراز کرد بیعت کنم با دست قفا میکشی؟ میگه گفتم اردت ان اشتریک یا رسول الله، گفتم میخواهم که با تو یک چند شرط بگذارم قبل از اون که مسلمان شم. حضرت گفت تشتری تو بماذا، تو چی شرط میخواهی بگذاری؟ مسلمان حقیقی کسی را میگن که به شرط قید امر خدا را قبول داشته باشه. مسلمان حقیقی کسی را میگن که به شرط قید پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم قبول داشته باشه. تو فایده و منفعت دنیوی میجویی؟ عمرو ابن عاص گفت ایغفر لی، نه گفت من به خاطر دنیا نمیگم یا رسول الله، شرط من همی است که خداوند گناهامو ببخشه، که من گناه زیاد دارم. از جمله برزی دیته مدت 6-7 سال مبارزه ها بردم، حتی بیشتر، مدت 16-17 سال مبارزه ها بردم. اگر خداوند گناهم که نبخشه وای به حالم. حضرت میگه صلی الله علیه و سلم گفت اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الهجرة تهدم ما کان قبلها و ان الحج یهدم ما کان قبله. ای عمرو گفت تو مگر نمیدونی که اسلام هر گناهی که قبل از او بود همش حد میکنه، همه را تازه میکنه. وقتی که تو مسلمان شدی خداوند صحیفه های پیشینه تو را همه را کور میکنه، تمام معصیتات خط عفو بالاشون میکشه. تو آیا نمیدونی که هجرت از مکه به مدینه به خاطر مسلمان شدن تمام گناه های بنده را میریزونه؟ مثل که شمال برگ درخت های
برگ درخت در فصل خزان میریزانم. تو مگر نمیدانی که حج گناهی بنده ها را میریزانم؟ و شرافت حج مبرور خداوند گناهی بنده هاش می آمرزد. تو از همین خبر نداری؟ حضرت عمرو بن عاص میگه فما کان احد احب الی من رسول الله صلی الله علیه و سلم فما كان احد احب الی من رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس هیچ کسی میگه از محمد صلی الله علیه و سلم دیگر برای من عزیزتر نبود، از فرزندان برای من محبوبتر شد. ولا اجل فی عین منه، هیچ کسی از محمد صلی الله علیه و سلم دیگر در چشم من بزرگتر نماند. و ما كنت اطيق ان املأ عینی منه اجلالا له، آرزو داشتم که چشمام آب بتم، چشمام از نگاه پیغمبر، از صورت پیغمبر سیر کنم، اما طاقت دیدن در پیغمبر نداشتم. بعد این پیغمبر را که یک زمان آرزوی مرگش میکردم دیگر جرأت نمیکردم که در اوش نگاه کنم، مثل که در آفتاب نگاه کردن نمیشد، چشم آدم خیره میشد، چشمام خیره میشد. میگه با شرافت داشت به همین سبب. ولو سئلت عن اصیفه ما عتقت لانی لم اکن املأ عینی منه. اگر یک نفر شما حاضر میگه به من سوال کنه که پیغمبر نزد ما وصف کرد که پیغمبر چی شکل و صورت داشت، چی نموده داشت، من میگه وصف کردن نمیتونم، عاجز هستم از وصفش، زیرا بار بصیری پیغمبر را دیده نتونستم، جرأت نمیکردم نگاهش کنم، آب بشیدم. ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. اگر گفت در همون حالت میمردم امید است از خدا که من جنتی میشم، به همون محبت اگر من میمردم خداوند مرا داخل جنت میکرد. ثم ولينا اشیاء ما ادری ما حال فیها. بعداً گفت حالت سیم واقع شد، بالای سری ما کارهای آمد، فتنه‌های در میان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برخاست که اکنون من نمیدانم که حال من چی میشیده باشم. برای همه حالت سوم من در پیش خدا چی جواب میگفته باشم. در نظر دارد فتنه‌هایی را که در زمان حضرت عثمان واقع شدند، در آخر خلافت حضرت عثمان، بعدا در زمان خلافت حضرت علی، بین مسلمانان جنگ و نزاع‌های زیاد شد، خون‌ها ریخته شد. همه را در نظر دارد عمرو بن عاص که در پیش خدا ما چی جواب میگفته باشیم. اگر چنده که حضرت مجتهد بود، مجتهد اگر در اجتهاد خیش حتی خطا هم که کنه یک ثواب میگیرد، اما ترس بنده های خدا را ببینه در پیش خداوند چی مقدار بود، تا کدام درجه را بود که میگه من نمیدونم که حالی من در پیش خدا چی میشیده باشه. بعد نصیحت کرد فاذا انا مت فلا تصحبنی نائحه ولا نار. گفت اگر من که مردم نوحگری نکنه بالای من، گریه و فیغان نکنه. اصلا همین نوحگری بالای مرده یک امری بسیار بسیار مذموم است، اما افسوس که تا به حال از میان ما دور نشده است. زیاده از 1000 سال شد که ما مسلمان و مسلمان زاده هستیم، اما تا هنوز ما همو زن و دختر و خواهرای خودم باز داشته نمیتونیم که نوحه و ناله نکنم به صدا و با آوازی بلند، حالا که این امر بسیار امر مذموم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده است از این نوحگری را امر جاهلیه گفته است که از زمان جاهلیت قبل از اسلامی است. این عرف عادت مسلمانان است، از کافر است. گفت مبادا نوحه نکنه در بالای مردنی من، مبادا با چراغ گریان نکنه در سر قبرم. در سر قبر چراغ گریان کردن امر جاهلیت است. از همین خاطر حضرت عمرو بن عاص میدانست که مردم قریش در سر قبراشو چراغ گریان میکنن. من شکر
امروز بعضی ها میکردیم، من گمان میکردم اهل تشیع میکنه، بعضی برادرها خبر آوردن که متاسفانه یک عده از مردمی که دعوای اهل سنتی و جماعتی میکردن همین کارا میکردن. ای وای به حال تو این کارا نکنه. بعضی های دیگه در خونه دیگه چراغ را که در اونجا شخص مرده است نمیگذاشتیم تا یک سال خاموش شود. این چیجه حالت است مردم؟ چراغ اون میت عمل صالح شای، عمل نیک شای، عبادت شای. چراغ اون قرآن خواندن شماست، چراغ اون نماز خواندن شما و ثواب شد برای اون بخشیدن است. باید پیلت چراغ یا باید چراغ الکتریکی گریان کردن گمان میکنه که روحی اون شاد میشود؟ هرگز نه. این یک اسراف بی معنی است که هیچ اصلی نداره، یک بدعت است که در اعتقاد ما رخنه وارد میکنه. فاذا دفنتمونی فشنوا علی تراب شنا ثم اقوم حول قبری قدر ما تنحر جزور و یقسم لحمها حتی استأنس بكم و انظر ماذا اراجع به رسل ربی. به فرزندش گفت که وقتی که گولانده مرا در خاک ماندنان، خاک در بالا آهسته آهسته بریزه، بعدا در گرد قبرم حلقه بزنی، اندک بیستی، تیز نروی، تیز نروی. گفت اندک بیستی تا اینکه من به شما انس بگیرم و آماده شوم که فرستاده های خداوند منکر نکیر چی جواب بگم، چی نو کنم جواب سوال اونا را بتم. همون مقدار بیسته که تخمینا مثلا یک شتر کشته می شود و گوشتش تقسیم کرده می شود، مقداری 10-15 دقیقه بیسته برای قبرم اندک منتظر شوی. امروز که الحمدلله ما آیه قرآن میخونیم، فقط خاموش نمیستیم، با آیه از قرآن میخونیم، سوره های قرآنی میخونیم، برای حمایت میبخشیم، خودش در همین بین همین شاید 5-10 دقیقه بیشتر بگذره. انشاءالله برای هم میت هم بسیار راحت است، رحمت است، زیرا میت صدای ما را میشنوه، حتی صدای قدم ماندن ما را میشنوه. وقتی که از نزدش دور میشیم قدم مونده، اما صدای نعال ما را، صدای کفشای ما را میشنوه. ببینید که این ایمان اسلام چقدر مرتبه و منزله داره که پیغمبر به امر گفت تو مگر نمیدونی که اسلام همه عملهای قبل از این حد میکنه؟ ایمان وقتی که شخص ایمان میاره مسلمان میشوه، تمام عملهایی که قبل از این کرده است همه برطرف میشوه. از همین خاطر با او برادر خیر خوش کردیم، در آغوش گرفتیمش که تو تبرک، تو یک شخص مبارک هستی، تبرکان تو را آغوش میگیریم، خیر وداع کردیم و خارج شدیم. این است ایمان، این است مرتبه و منزلت ایمان. بعدا حضرت ابوذر غفاری سوال کرد که یا رسول الله فای المؤمنین افضل؟ گفت ایمانی به خدا بزرگترین عمل بوده است. از میان مؤمنان کسانی که ایمانی به خدا دارند کی بهتر است؟ اونا هم که با درجه دارند، از همدیگر تفاوت دارند. خداوند دو برگ در درخت یک خیل آفریده است. تصور کنید که در روی زمین شاید میلیاردها درخت باشه، هر کدام شاید میلیون ها برگ داشته باشه، دو برگ کاملا یک خیله در دنیا وجود نداره. این صنع پروردگار است. از کجا دو آدم یک خیله پیدا می شود؟ از میان همون شخصایی که ایمانی به خدا دارند کدامش افضل است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود احسنهم خلقا. افضل در میان مؤمنان آن است که خلق حسنه داره، اخلاق حسنه داره. هر کسی اخلاق بهتر داشته باشه، آداب خوبتر داشته باشه، او افضل است، او بالاتر است. ببینه که خداوند در قرآن پیغمبری را که هزارها صفتهای حسنه و خیر داره به صفت اخلاقیش تعریف توصیف میکنه. پیغمبری را که تمام اوصاف را که در حق یک مخلوق گفته می شود در او حضرت بود، اوصاف حسنه.
اما با اخلاقش ذکرش کرده است. استعیذ بالله و انک لعلی خلق عظیم. گفت ای حبیبی ما، ای محمد علیک الصلاة و سلام، تو دارای خلق بزرگی هستی، تو اخلاق عظیمی داری. و همه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر غفاری نصیحت کرد هر کسی اخلاق خوبتر داره، اخلاق حسنش بیشتر است، پس او افضل است در میان مؤمنان. در جای دیگر اومده است که همین حضرت ابوذر غفاری میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز نصیحتم کرد، گفت اتق الله حیث ما کنت، از خدا بترس در هر جایی که باشی، در هر حالتی باشی. و اتبع السیئة الحسنه تمحها، وقتی که یک کاری بده کردی، یک کاری ناجای کردی، در حال بعد یو کاری حسنه که عملی نیکن که خداوند به شرافت عملی نیکت همون گناهی تر محو میکنه، گناهی تر خط میزنه. و خالق الناس بخلق حسن، با مردم با اخلاق حسنه مخالقت کن، با مردم با اخلاق حسنه معامله کن، اخلاق حسنه داشته باشی. چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدر تاکید میکنه، چرا امر میکنه؟ زیرا که واقعا توسط اخلاق حسنه جامعه آباد میشود، توسط اخلاق حسنه مردم ثروتمند میگردند، توسط اخلاق حسنه ملک ها آباد میشود. اخلاق حسنه وقتی مردم داشته باشند، همه خلق اخلاقشو در حیواناشو سرایت میکنه، باور میکنه. در امریکا یگان سگ ننه دیدیم بجکا که عادتا همون سگای کلون کلون دارن، پیتبول تریر رو، سگای بسیار بدوایمای کلون هستن، داگ دارن. در ما همون سگکای عروسی خونه سوخته به درجه میجکا که دو گوشت کار میکنن، زیرا خود هم خیلی بی‌ادبی، خود اخلاق خوب نداریم. مردم به حد آرام هستند، به حد بتمکین هستند، قاعده های عادی را به حد رعایت میکنند که تعجب میکنی. نزد سویتافور میای که سویتافوری پیاده راه سرخه، بعضا همون سرخیش تا 3 دقیقه 5 دقیقه را طول میکشه. در اونجا سویتافورا مثل ما عادی نیست که همون راهی راستش سبز شود و این طرفش سرخ نه. اونجا همین با همون طول با عرضی راه با پهنی راه سویتافور کشولای، هر یک پلاسش به خودش یک سویتافور داره. همین خاطر بعضا میبینی که سویتافوری سبزی کوچه کلام گریان شده است، تو هم باید بگذاری قطیشو ای تو سرخ ایستاده. زیرا هم ماشینایی که از دیگر پلاس‌ها گردش میکنن هموار هم به اینوبت گرفتیان، هموار هم در نظر دارن. بعد میستی 3 دقیقه و 5 دقیقه، ما صبر و تحمل ایستاده نداریم. میاین راه خالیه، یگان ماشین نیست، سویتافور سرخ میسته 3 دقیقه. ما رفتیم ملاقای تاجیکستان ها، یک خبر از اخلاق حسنه گپ میزنیم، 1-2 دقیقه میستید حوصله سر میره، میبینی که یگان ماشین است میگذاری میره. همین فعلی بدی ما به بعضی مردم هم سرایت کرد. نگاه کردیم که یک نفر 2 نفر شما به توقتی میکنن، قطی ما میگذارن. پس به همین خاطر است که پیغمبر اینقدر تاکید کرده است خلق حسنه. باور کنه قسم به خدا در شهر نیویورک ما دیدیم در همون لبی دریا یک ماینه در دهنش یک پاره نان خورده است، بلوچکه بود چی بود، در پهلوش یک گندش که دیگه 6 تا هم کنده خورده است. ماینه همون رو از پیشش پیش نمیکنه، همه رو باور میکنه. در من موسیقی همون چون قرح نمیتوالی که آینه همون مردم که خودشو با آداب هستن، خلق حسنه دارن، همین در حیوانات هم سرایت کرده است. آخه خدای تعالی انسان خلیفه خود در روی زمین کرده است، اما حیوانات هم وقتی رفتار و کردار انسان هم میبینن عمل شامل میشود. شما سنجاب و دزوپرک دیده اید، در امریکا قریب هر یک درختش سنجاب داره، میفرویند، در کوچه ها بازی دارن در تای درخت ها. یگان کودک نه سنگشو میزنن نه طرفی هنگام میدوه، چنان زیبا هستن. سنجاب اصلا حیوان زیبا هست.
ببینید همه تاکید از پیغمبر ما است، اونا گرفتن مملکتاشون آباد کردن، ما و شما در جهالت ماندیم. از تنوفه کنن میزنیم اوینهاشو میشکنیم، نمیدونم چراغا رو بر رگتکا میزنیم میشکنیم، چی در داریم؟ حال اون که اینقدر تاکیده که در اسلام شده است برای اخلاق حسنه، قسم به خدا در هیچ حرکت و در هیچ جریان چه جای دین و دیانت ها نیست، همین خیلی گپ نیست. اینقدر نصیحتی که علمای ما کردیم در مسئله ادب، در مسئله اخلاق حسنه، باور کنید در گوشه خاطر دیگر مردم نمیگذره. چرا اینقدر ما را میگن ما اینقدر بی ادب هستیم؟ خود من بعضا تعجب میکنم. 350 آدم از رجیستراسیون سمالیات میگذارن در 5 متر جاشو کرد، یعنی خیلی لینتا کشیدگی در 5 متر. یگان کس از صف بیراه نمیشود، یگان کس بالای کسی یک خچه نمیپرتوید. در دوشنبه 40-50 آدم در رجیستراسیون ایستادگی به هم دیگر تلتون بک. همین چیزایی هست که باید ما بآموزیم. اوخی از اسلام ما هست، مسلمان ها تمام علم تعلیم دادن، امروز ما خدمت ماندیم. آداب حسنه اولا در دنیا برای صاحبش بسیار مفید است. شخص صاحب مرتبه و صاحب منزلت میگردونه از نظر دنیوی بگیم، بعدا اجر ثواب بی‌نهایت بزرگ داره. از صفوان ابن سلیم روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحاب مراجعت کرد، فرمود الا اخبرکم بایسر العباده و اهونها علی البدن. ای مردم گفت شما را سبکترین عبادت تعلیم بتون، چیزی را که بر بدن از همه آسانتر است، از همه سبکتر است تعلیم بتون. گفتم بله. گفت الصمت و حسن الخلق. اولش گفت خاموشی، یعنی سخن بیهوده نگفتن. غرض از خاموشی همی است. جای آن که لقلق دنیا کنی خاموش باش، همین عبادت ہے برای تو. جای آن که یک سخن هرزه گویی دشنام حقارت کنی خاموش باش، این برای تو عبادت است. و حسن الخلق، دویمش خلق حسن، اخلاق حمیده و حسنه. ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر بلو هر جا که خواهی. ادب که داشته باشی در هیچ جا خور نمیشوی، در همه جا احترامت میکنن، زیرا تو دیگر مردم احترام میکنی. از مادر بی عایشه رضی الله عنها روایت میکند امام ابو داود در سننش که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند این المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجه الصائم والقائم. مادر ما فرمودند که بدرستی که مرد مؤمن به اخلاق حسنش، به آداب حسنش به درجه مردای روزدار و شب زنده‌دار میرسه. فقط به خلق حسنه، به شرط مؤمن باشه. گفته نمیشه که من خلق حسنه دارم نماز نمیخوانم، همون نماز نخواندن تعلقه بد رفتاری و بد کرداری است نسبت پروردگار. نه، مؤمن حقیقی اگر باشد خلق اخلاق حسنش او را به درجه شخصای میرسانه که همیشه روزدار هستند و هر شب تا صبح در عبادت خدا شب قائم میدارند، زنده میدارند. ببینید یگان مشکلی نداره، اما این قدر درجه، این قدر منزلت داره. حضرت ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند، حدیث در سنن امام ترمذی با اسناد حسن روایت شده است که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کاملترین مؤمنان از روی ایمانداری اونایی هستند که خلق حسنه دارن، اخلاق بهتر و خوبتر دارن. حتی ببینه ایمان مؤمن به خلق حسنش وزن کرده میشید است و سنجیده میشید است. حضرت مولوی در دیوان کبیر شمس یک غزل سروده است در موضوع ادب. باور کنه برای آدم سالم کافی است، آدم ذره عقل داشته باشه همین باید تأثیرش کنه که اصل ایمان،
اصل اسلام، اصل قرآن ادب است. مردم ادب آموزه، ادب بگیره. حضرت میفرماید نزد ارباب سخن و نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. همین خمیر مایه ایمان ادب است. میگم نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. آدمی زاد اگر بی ادب است آدم نیست. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. او آدمی زاده که ادب نداره میگه او آدم نیست، او حیوانی درنده است. همین فرقی که بین آدم است و بین حیوان ادبش است، اخلاقش است. چند روزه که در این ملک جهان مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. تو مهمانی در این ملک، با ادب باش که اصلا برای مهمان زیبنده ادبش است. مهمانی با ادب حرمت میکنن، مهمانی به ادب یک بار مهمانداری کردن دفعه دیگه میگن که صاحب خونه اگر خجالت بکشه میگن که نیستن، اگر نکشه دروش میگه برادر ما وقت ندارم برم. کردم از عقل سؤاله که بگو ایمان چیست؟ عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیت همگی معنی قرآن ادب است. چشم داری میگه که قرآن ورق بزن، هر یک آیت هر یک ورقش معنای قرآن همه دلالت به ادب میکنه. همه تقوای خدا ادب است، عبادت خدا ادب است، در نزد خداوند در نماز به خشوع ایستادن ادب است، حرمت احترام مرد مسلمان ادب است. همه یعنی ادب است مجموعاً. ای پسر پند پدر گوش بدار، هم شب و روز دولت و ثروت و تاج سر مردان ادب است. شمس تبریزی بکن ذکر خدای ملکوت، نغمه پردازی این مرغی خشلحان ادب است. همین نغمه پردازی های من هم میگه از روی ادب است، پند نصیحت گویی های من هم از روی ادب است. ببینه که این ادب اخلاق حمیده چقدر مرتبه و منزله دارد. ثانیاً در ترازوی اعمال خلق اخلاق حسنه بسیار وزن گران دارد. حضرت ابو دردا صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که حضرت فرمود ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه من حسن الخلق و ان الله تعالی یبغض الفاحش البذیء. فردا روز قیامت میگه پیغمبر صادق، این حدیث حسن صحیح است. حدیث امام ابو داود و امام ترمذی روایت کردند از زمان پیغمبر. در ترازوی اعمال بنده فردا روز قیامت وزنین ترین چیز اخلاق حسنش، خلق حسنش، همون رو در بالای ترازو میگذارند. و خداوند مردمی فاحش، مردمی دشنام و حقارت گوینده و مردمی بی شرم و بی حیا را متاسفانه بعضی انکدوت گوها هستند که از حد دیگه تجاوز میکنند. دین استهای مسجد با هم دیگر شوخی دارند، چنان شوخی های میکنند قسم به خدا ترک سری آدم میرود. وای بها تو گفتم با خانه سوخته، شما در خانه خدا قرار داره، از خدا بترسی، از خدا نمیترسی. میگه خودش هم تری شوخی میگه خیلی او که به عقل شی ترم باید به عقل میشه. او همه بالای دیگه میتشخش سرکی پرتوخت ترم ایقافاش میپری، تو نصیحتش کن. لیکن من هم گفتم شو که پده در نماز جمعه گم بزنم از این بیادمی تو. از خدا باید بترسیم برادرای عزیز. حزب شوخی به معنی در کوچه درسته است، همه ملک خداست، تا چی برسه به مسجد که خانه خداست. خداوند این مکان خانه خود گفته است، تخصیص به خود داده است.
فردا روز خداوند میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین مردمی بیشرم و مردمی بدگو و مردمی فاحش نفرت داره نسبت شد. وای به حال کسی که به نفرت خدا گرفتار شود، وای به حال کسی که به غضب خدا گرفتار شود. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنه قال تقوی الله و حسن الخلق. میگه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن که چی چیز از همه بیشتر مردم داخل جنت میکنن؟ مسلمانا با کدام اخلاق شو، با کدام کار شو، با کدام عمل شو بیشتر داخل جنت میشوند؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت دو چیز، یکی ترس خدا، دوم اخلاق حسنه. از همه بیشتر مؤمنان توسط همین دو عمل شو داخل جنت میشوند، توسط همین دو صفات شو. و سئل با میگه سوالش کردن و سئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. حضرت سوال کردن که از همه بیشتر چی چیز شخصای ایماندار داخل دوزخ میکنن، کسایی که دعوای مؤمنی میکنن در دوزخ میافتن، با چی چیز میافتن از همه بیشتر؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت با دو چیز، یکی به دهان، دیگری به فرج. همین دو چیز حقیقتا آدم خر میکنه، دو چیز آدم ابرو و عزت چه میبرداره، دو چیز آدم خر میکنه. وقتی که دهان پلفته مونده و گپای بیهوده گفتی و مردم آزاری کردی، همین باعث آن میگرده که داخل دوزخ شوی. وقتی سخنای فحش فاحشی گفتی، همه به زبان وابسته است. ببینید اعمال نیک حسنه هم به زبان وابسته است، سخن خوب و قرآن خواندن هم به زبان وابسته است، اعمال بد هم به زبان وابسته است. غرض پیغمبر که داخل دوزخ میکنه یعنی توسط سخنهای فحش و توسط ناسزاگویی هاشو، توسط سخنهای کفر شو داخل دوزخ میشید. دینا یک برادر زنگ زد از عمکش نالید که بسیار سخنهای کفر میگه. عمک میگفت اما سخنهای کفر میگه، چکار کنیم؟ گفتیم نصیحتش کن، کم کم نصیحت که خداوند هدایتش کنه. اما دیدی که به هیچ وجه نمیشه در نمازها دعا که خداوند تیز جان شو بگی. آخه سخنهای اون بدگوهری اما که اون میگفته است به زبان رانده نمیشه، پس به یقین این زبان ملعون او را داخل دوزخ میکنه. حضرت علا ابن شخیر روایت میکنه که مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از پیش اومده بود، گفت یا رسول الله ای العمل افضل. گفت ای پیغمبر خدا کدام عمل خوب است؟ حضرت گفت حسن الخلق. گفت خلق حسن، اخلاق خوب. این بیچاره اخلاق خوبش گفت این گپی نبوده است، چی است؟ تو که با ای طرف راستش اومد بگه. ثم اتاه عن یمینه، با پرسید یا رسول الله ای العمل افضل. ای پیغمبر خدا گفت کدام عمل بهتر است؟ شاید گمان کرد که نمیشناسم، از طرف راست اومد. حضرت بار نگاهش نکرده گفت حسن الخلق، خلق حسن. با میگه ای طرف چپ اومد، گفت ای دور که مردم بسیار در اطراف پیغمبر صلی الله علیه و سلم استودیان ای دور میگه. گفت یا رسول الله ای العمل افضل. با همون سوال تکرار کرد. حضرت با گفت حسن الخلق. باری چهارم ای خفا اومد میگه ایسین خفا موضع شدیده کرد، با سوال کرد یا رسول الله ای العمل افضل. یا پیغمبر خدا کدام عمل افضل است، خوب است؟ حضرت این دفعه میگه فالتفت الی، روش طرف یا فرده کرد، گفت ما لک لا تفقه، تو چی درد رسیده است نمیفهمی؟ روخی سه بار همی سوال تا جواب گفتم چی درد رسیده است، با سوال میتی. حسن الخلق هو الله تغضب این استطعت. گم همه حسن خلق از همه عمل خوب است. معنای حسن خلق ای است که اگر میتونی پیش غضب تا بگی که در حالت غضب سخنای میگوی، کارای میگوی که شاید که اونقدر مقبول نباشه،
شاید از زبان سخنای برایه که او قدر مقبول نباشه، پسندیده نباشه. هو الله تغضب ان استطعت، یعنی حسن خلق گفت عملی هست، یعنی تو باید غضب نکنی اگر امکان باشه. واقعا وقتی که امکان باشه باید غضب نکنیم، زیرا در حالت غضب بعض از سخنهای میگوی که بعد شخص پشیمان میشود، اما پشیمانی به او سود و منفعت دیگه نمیبخشه. مرد واقعی کسی را میگن که در حالت غضب خچه باز داشته بتونه. افسوس و صد افسوس که ما هم این صفت نداریم، بسیار مشکل است. راستی که وقت هم با آخر رسیده است، به نظم از نظمهای حضرت مولوی روم انشاءالله صحبت امروزه را خاتمه میبخشیم. اما چنان که فهمیده داری صحبت به آخر نرسیده است، انشاءالله با دوام صحبت هفته آینده با شما میکنیم. حضرت مولوی میفرماید آنیا که با شمع برمیگشت روز، گردی بازار پر از عشق سوز. یک مرد روزانه در دست شمع در داخل بازار گشته است. بوالفضول گفت او را ای فلان هنچی میجویی به سوی هر دکان. یا شخصی عقلک ایستاده بود گفت یا شیخ در دست چراغ در روزی روشن تو چی گفت است در بازار؟ دکان به دکان گشته. گفت میجویم به هر سو آدمی، کو بود حی از حیات ایندمی. گفت آدم کامل یا آدم زنده. یک آدم در ایستاده بود، آن یکی گفتش یک شخص با اون مراجعت میکنه، آخه میگه همه مردم بازار همه آدمن، تو چی گفتستی؟ حاجت به شام گرفتن گشتن نیست، همه مردم آدم هستن، همه کسایی که ترا احاطه کردیم. گفت جویم مرد در جاده دوره، گفت جویم مرد در جاده دوره، وقتی خشم و هم به هنگام شرح. وقتی خشم و وقتی شهوت مرد کو، طالبی مرد روانم کو به کو. گفت من مرد به دو صفت میخواهم، یکی در حالت خشم مرد باشه، دویمش در حالت شهوت، وقتی که شهوت بالاش مستولی میشود. انا در همین حالت که مرا نشان بده مردی حقیقی را و در همین شهر کلام گفتستم نمیارم کو در این دو حال مرد در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. قسم به خدا گفت من جان ما فدا میکنم، همه خیلی آدم پیدا میکنه، تمام عمر کمر خدمتگاریش همه بنده در خدمتش میستم. ببینه یکی در حالت خشم، وقتی که مرد میتونه که خچه راه بگیره، غضب خچه فرو بنشانه. حضرت امام حسن ایستاده بود، لباسای بسیار فاخر و زیبا در بدنش در مدینه منوره، حنای رفیقاش، غلامش طعام آورد، طعام جوش. خیلی کرد بیچاره دستش لرزید یا پیشپا خورد، همون طعام و لباسا رو همه را در دامن حضرت چپگردان کردن. لباسای نو و فاخر زیبا با در پیش رفیقاش، بالای طعام جوش در بالاش چپا کرد. از شدت خشم و غضب سرخ شد حضرت، زمین نگاه کرد، گفت ای غلام بخشیدم. اینایی را مردی میگم، بخشیدم گفت تا اینکه جزاش نکن. دوم حالت شهوت است. مردی واقعی کسی است که در همه حالت حرام و فساد نفس خچه باز میداره. جوان مردی واقعی شیرمرد جوانی را میگن که دختری فاسقه فاحشه بپش میپرداید، طرف نظر نمیکنه، میگه از خدا بترس. در همین دو حالت مردی واقعی مردیت خود ثابت میکنه. دعوای مردی میکردگی زیاد هستند، اما مردای واقعی افسوس که در جامعه کم هستند. دعا میکنیم که پروردگار با این صفت بزرگ حمیده ما و شما را مشرف گرداند تا از امتان واقعی محمد صلی الله علیه و سلم قرار داشته باشیم. آمین.
بکنه تا که صحت یابد. محتاج به شفای خداوندی هستند، شفای کامل و عاجل عطا کند و بعداً مرادهای ترا و تمام بنده های مؤمنی را که امروز در مشکلی ها افتادیان، احتیاج به کار دارند، احتیاج به طلب معاش دارند، پروردگار مراداشون حاصل گرداند، از راه حلال رزق روزیشون کفایت کند.